دادگاه شهر دوشنبه حکم 7.5 سال زندان عبدالله غربتی، یکی از روزنامه‌نگاران محکوم شده تاجیک را به تغییر باقی گذاشت. مرافعه او روز 16 دکمبر سال 2022 باز هم در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه و باز هم بدون شرکت نزدیکان و پیوندان محکوم شده و خبرنگاران برگزار گردیده است. یکی از نزدیکان عبدالله غربتی به از پلیس خبر داد که در مرافعه تنها وکیل دفاع غربتی اشتراک داشت. دادرس 7.5 سال حکم زندان دادگاه نوین شامنصور را نسبت به عبدالله غربتی به تغییر گذاشته است، هرچند از جانب وکیل دفاع وجه‌های ضروری پیشنهاد کرده شد، ولی طوری به نظر می‌رسد دادرس آن را به نظر نگرفته است. گفته است امصوبت از پلیس بنا به اطلاع سامانه مرکز مستقل حقوق بشر تاجیکستان، عبدالرحمن شریپوف وکیل دفاع عبدالله غربتی در شرح قرار دادگاه شهر دوشنبه گفته است که پس از قرار کلیگ سود اوید به پرونده های جنایتی دادگاه شهر دوشنبه حکم قوه قانونی گرفت و به اجرا درآمد. در روزهای نزدیک عبدالله غربتی به مکان ادای جزا انتقال داده می شود. با این وجود ادوکات گفته است که آنها نیت دارند از بالای قرار دادگاه دوشنبه به زینه‌های بالاتر دادگاه شکایت برند. عبدالله غربتی که با ژورنالیست دیگر تاجیک دلیر امامعلی در تهیه گزارش‌های ویدیویی پیرامون مسائل داغ تاجیکستان همکاری میکرد، روز 15 میلیون سال جاری همگی چند ساعت بعد دلیر امامعلی به حبس گرفته شد. او را اول به تأخیر و لطکوب کارمند ملی نوین شامنصور و بعدا همچنین به همکاری با مخالفین عیبدار کردند. خود غربتی این ادعا را قاطعانه رد کرده گفته است که نه عضو حزب نهضت است و نه ملیس را لطکوب کرده است. عبدالله غربتی و دلیر امامعلی ماه ایون در پی نشر چندین گزارش ویدیویی انتقادی نسبت به پروکورور نوین شامنصور دستگیر شدند. به وقت بعد خبرنگاران پروکورور نوین شامنصور پسر وزیر عدلیه و داماد رئیس دادگاه عالی تاجیکستان بوده است. دادگاه نوین شامنصور روز 4 اکتبر در یک مرافعه عملا پشت درهای بسته که در بنای سزا دایر شد غربتی را به 7.5 سال زندان محکوم کرد. بعد 2 هفته همین دادگاه باز هم پشت درهای بسته در سزا دلیر امامعلی را به 10 سال زندان محکوم کرد. سازمان‌های بین المللی حامی آزادی مطبوعات و حقوق انسان حکم زندان این ژورنالیستان تاجیک را به اساس نامیده از مقامات تاجیکستان طلب دارند که ژورنالیستان دستگیر شده را آزاد کرده دیگر مانع فعالیت آزادانه اهل مطبوعات نشوند.